داملای عزیز، السلام علیکم. یک حاجی همسایه داریم، دخترهاش کسی خواستگاری نمیکنه. خیر قضای الهی همین بوده است. باز چگونه حاجی هست که دخترهای ما را نیز سیاه میکند و خواستگارها را از راه میزند؟ این چگونه همسایه داری هست و این چگونه حاجیگی هست؟ شهر دوشنبه، التماس مفصل جواب گویی. از همون حاجی پرسیدن در کاروای چه خیلی حاجی باشد. در اصل امروز من وقتی حاجی ها را اگر مبادای سنگ زنم، همون حاجی های را سنگ میزنم که لایقی سنگ زدن دارند. من همه حاجی ها را نمیشنوم، ولی بسیاری از حاجی های هستند که الحمدلله بهترین حاجی هستند. باید حاجی در بین مردم یک نمونه باشند. نمونه. افسوس که امروز حاجی ها دروغگو هم شدند. امروز حاجی ها عرق نوش هم شدند. امروز حاجی ها در معرکه هاشون عرق هم میدهند. امروز حاجی ها خیانت هم میکنند. امروز حاجی ها چی کارهای نادرستی را انجام میدهند. بسیار این باور کنین یک شرم است، عیب است که اینقدر مکان مقدس رفته زیارت کردن، پس آمده تا جایی که بهبودی در عملهای تو پیدا شود برعکس. شاید همون حدیث پیغمبری خدا باشد که شما حاجی ها را آن زمان فهمین که حج هاشون قبول شد که اگر فعلشون دیگرگون شدگی باشد. اگر تا زمان حج دروغگو بود، رفت آمد راستگو شد، یقین دانین که وای حجش قبول شد. اگر تا زمان حج وای عرق فروش بود، آمد عرق فروشی را پرتاب، یقین دانین که او را حجش قبول شد. یا دیگر خصلت‌های ناخوبی که داشت اونها را ترک کرد، دانین که حج او قبول شد. بسیاری از حاجی‌های ما بعضی کبر هم دارند، بسیار سرکشی ها هم دارند. بسیار از همه اونها خواهش میکنم که حاجی هم که باشین، الحمدلله آدم هستین، انسان هستین، خاکسار شوین. حضرت مولوی جنی را خدا رحمت کند و میگوید ملا شدی و شیخ شدی دانشمند. ملا شدی، شیخ شدی، دانشمند شدی. ملا شدی و شیخ شدی، دانشمند، بین جمله شدی ولی مسلمان نشدی. همش شدی، ملا شدی، شیخ هم شدی، حاجی هم شدی، صوفی هم شدی، ایشان هم شدی، همش شدی، لیکن مسلمان نشدی. مقصد مسلمان شدن است. بعضی از حاجی ها را گوش کردیم آمدن همون مکانهای مقدس با تنقید میکنن، بگوید همه مسلمانی در ما بوده است. بله، 50% خانت به نماز مسلمانی در تو است. تمام معرکات به عرق میگذرد، مسلمانی در تو است. دخترات همه بی حیا هستند، مسلمانی در تو است. اینا در ما و شما حقوق نداریم. این چگونه همسایگی باشد؟ حبیب خدا میگد ما زال جبرئیل یوسینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه. هرگاهی که حضرت جبرئیل نزد من می آمد، فقط و فقط برای من در باب همسایه بی نهایت تأکید ها میکرد که با همسایه ها بسیار معامله خوب کن. با همسایه ها بسیار معامله خوب کن. حتی گمان کردم این که وقتی از دنیا گذرم شاید همسایه از همسایه میراث میبردگی باشد. تا این اندازه من نگاه گمان کردم. پیغمبر خدا میگوید والذی لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن. قیل من یا رسول الله؟ قسم به الله گفت پیغمبر که ایمان ندارد. قسم به الله که ایمان ندارد. قسم به الله که ایمان ندارد. گفتند ای حبیب خدا این در حق کیست؟ الذی لا یأمن جاره بوائقه. پیغمبر گفت آن کسی که فقط و فقط در آزار همسایه کوشش میکنه.
این دو همسایه هستند یا سه همسایه هستند زندگی میکنن، لیکن فقط وظیفه‌ش همین است که به همسایه ضرر میرساند، همسایه را آزار میدهد. پیغمبر خدا گفتن والله لا یؤمنو، قسم به الله که وی ایمان ندارد. در همسایه داریمان بسیار باور کنین ما و شما بیگانه شدیم، بی پروا شدیم، غم همسایه دیگر نمیخوریم. حالا که حضرت ابوذر غفاری که یکی از صحابه های نزدیک پیغمبر است، حبیب خدا چی گفتن؟ گفتن یا ابوذر، ابوذر اذا طبخت مرقه فاکثر ماءها و تعاهد جیرانک. ابوذر گفت وقتی همون عائلت که یک شوربا که پخت، یک خوراک که پخت، فاکثر ماءها، آبش زیادتر کن. گفتم بهر چی؟ تعاهد جیرانک، تا که همسایه ها را از این با نصیب کن، برای خاطر همسایه ها آب شوربا را زیادتر کن. گفت امروز باور کنمون انصاف همسایه داری ما و شما از بین رفته است، فقط ما و شما دشمنی میکنیم. اگر همسایه را بینیم یک خانه نو کرده است، به همین عادی زبان خود ما میگیم تلخ کف میشویم که خانه همسایه من بهبودی پیدا شده است. اگر یک بچه همسایه ما یک وظیفه گیرد، ما و شما دیوانه میشویم. اگر یک سواره نو در خانه همسایه ما آمد و در حال، ما و شما دیگرگون میشیم. در هر بیخ بعد دیگر چیکار میکنیم؟ غیبتش سر کردن میگیریم. حالا که ما و شما باید که چیکار کنیم؟ دعا کنیم که خداوند باز باید بیشتر دید و انصافش دید که باز ما را یاردم کند، ما را کمک کند. در آزار همسایه باید ما و شما صبر کننده باشیم، حسد نداشته باشیم. یک قصه میکنم به همین موضوع امروزه را انجام میدهم. بار میگد پیغمبر خدا در مسجد نشسته بودند، همین مثل نشستی ما و شما، صحابه در اطرافش. میگد حبیب خدا موعظه کردن، بعد موعظه چیکار کرد؟ گفت الحال یک نفر وارد مسجد میشود که جنت مشتاق اوست. صحابه ها همه حیرت نماندن این بنده نیکبختی باشد. وقتی می درآید یک مرد سیاه پوسته آمده نماز میخواند، باز برآمده میرود. فردا میشود باز پیغمبر خدا میگوید الحال یک نفر وارد مسجد میشود که جنت مشتاق اوست، میدارد باز همون مرد. روز سوم هم همین تکرار میکند، باز همون مرد میدراید. یکی از صحابه های پیغمبر میخواهد که عملهای او را از خود کند، تا که چی عمل دارد که جنت مشتاق این است. از پس او میرود، به خانه او میرسد، میگوید مرا مهمان نمیکنی، من مسافرم. میگوید مهمان میکنم. این مرد میگوید من 3 روز در خانه این مرد که جنت مشتاق اوست مهمان شدم، بغیر همین 5 وقت نمازی با جماعت دیگر هیچ نماز زیادتیش ندیدم. برابر من عبادت میکرد، از من چیز زیاد عبادت نمیکرد. در آخر میگه روزی سوم شد، گفتم ای مرد خدا، میدانی که پیغمبر چی بشارتی خوبه برای تو داد؟ ما به این خاطر آمدم تا که عملهای تو را نظر کنم، تو چی عمل داری که مشتاق از جنت برای تو؟ میگه این آب چشم کرد که جنت مشتاق من است. گفت بله جنت مشتاق توست، این بشارت پیغمبر خداست. گفت من هیچ عمل زیادتی ندارم چگونه ای که تو در 3 روز دیدی، فقط من در دلم حسد ندارم، حسد ندارم. هر بهبودی هایی که در همسایه هم پیدا می شود، من فقط شکر میکنم که خدا را شکر که این گونه همسایه های بای و این گونه همسایه های خیلی خوب در اطراف من همسایه شدن، در حقشان دعا میکنم. شاید که از همین خصلتی که من حسد ندارم، بدبینی ندارم، شاید خداوند همین خصلت نیکی مرا پسندش آمده باشد و جنت مشتاق من گردانیدگی باشد. این است برای هر انسانی که همسایه دارد. این مسئله یک بار دیگر در ما هم آمده بود. امروز این کردار بدم پیدا شده است که خواستگارها را باور کن از راه میزنن که دختر فلانی را نگیر. این خیلی عیب است و خیلی گناه کلان است، تهمت است. باور کنین در حق یک برادر مؤمن باید ما و شما در حق همسایه، در حق برادرمان نیک گمان باشیم.
همسایه مسجد حضرت، من همسایه مسجد حضرت مولانا تاج‌الدین میباشم و ما بفهمانید که روزهای خدا یک روز است، در پیش مسجد ما یک روز جمعه ماشین و آدم دیده می شود، دیگر روزها قلفه است. یکیش به خودتون وابستگی دارد، مقصد یک روز جمعه میخوانند دیگر جمع آمدها را نمی آیند. دیروز هم یک دو بچه آمده بود پیش من، گفتم برادر عزیز ما همین نماز عصر کلا محرومیم، در مسجد ما نماز عصر نمیخوانند. برای همین دادر عزیز همه شما این رسانیدن فقط به ذمه ما نیست، همه شما حق رسانیدن دارید. کدام تو در کدام محله زندگی میکنید دلالت کن مسجدهاتون آباد باشد، راههای آباد کردن شد بیابین، دامله ها را دعوت کنین مردم به نماز جماعت و نماز آشنا کنند تا که مسجدهاتون آباد باشد، 5 وقت نماز در مسجدتان باشد. خدا رحمت کند، یکی از دوستای خدا میگفت به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد، اگر در یک هفته یک بار تو مسجد روی، یک روز جمعه را خوانی و دیگراش تا نری، این دوست خدا چی گفته است؟ به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد که در آینه زاهد به 6 روز دیگر فاسق. حضرت در آینه ما، در دین ما کسی یک روز نماز رفته میخوانه و 6 روز دیگرش از جماعت فارغ است، به جماعت ذوق ندارد، حاضر نمیشود و ما فاسق میگوییم. گفتم و این خاطر پایبند جماعت باشید. خیلی چیزای خودتان انشاءالله دعوت کنین. دادر عزیز میدانم از روی دلسوزی سوال میدهند. خب سوم، من نیت میکنم که در خانه نماز خوانم. پدر مرا میگوید که نماز تو قبول نیست، خدا راضی نمیشود، بخوان، من چیکار کنم؟ خوش به حال پدر تو. پدرای است که بچه‌ها را نمیمانند مسجد روند، میگن که مسجد کجا میره؟ نمیمانند. کی نمیمانند؟ از مکتب فرمانه که مسجد نروند. و مسجد به مکتب چی رابطه دارد؟ و فردا پیش خدا در همون معلم جانب جواب میگه یا که من در پیش خدا جواب میدم؟ سوالا هست، تلفنی ها هست، معامله های روبرو هست. پدران نمیمانند بچه ها را مسجد روند. این پدر گفته است که بچه‌ام در خانه نماز نخوان که نماز قبول نمیشد، مسجد رو خوان. خوش به حالش درست گفت از دادر عزیز، در مسجد نماز خوان. لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. حبیب خدا میگوید نماز تو نماز نیست تا اگر در مسجد تو را ادا نکنی. مسجد این از روی احترامش است که ما یک خانه خدا میگوییم. دادر عزیز همیشه شما پایبند مسجد باشید. نابسته ملاتون کسی هست نیست، نابسته وی پیر جوانه، نابسته وی دانای نادان است. شما رفته در همونجا مسجد، همون مسجد نمازاتون نخوانید به خاطر جماعت. السلام علیکم محترم داملا، میخواستم با سوال من جواب گردونید. سختترین گناهی که در نزد خداوند بخشیده نمی شود کدام گناه هست؟ این شرک است برادر عزیز. سختترین گناهی که پروردگار او را نمی بخشد این شرک به خداست. دیگر شما بی پروا باشین دادر عزیز، غمگین نباشین، امید از پروردگار داشته باشین که اگر شما قدمی در شرک نداشته باشین الله شما را مورد مغفرت قرار میده. وعده های خودش است. فقط شرک پروردگار نمی بخشد. حدیث خواندن پیغمبر خدا از نام پروردگار روایت کردن، من اتانی بقراب الارض خطیئتا لا یشرک بی لقیت بمثلها مغفرتا. پروردگار گفته بود است که اگر با پوری زمین و آسمان تو غلط و خطا داشته باشی، لیکن در بین این غلط و خطای تو شرک نباشد، با پوری زمین و آسمان با مغفرت استقبالت بگیرم. سخن پروردگار است. به این خاطر از شرک من که انشاءالله اکنون برنامه شرک دارم، رسول ساعتم نیافتستم همون یک تیار کنم
وقتمون هم خیلی کم است، سفرهامون زیاد است. انشاءالله من در اطراف شرک برای شما صحبت میکنم. شرک چیست که خداوند اینقدر شرک بد میبیند، شرک نمیبخشد تا اگر توبه نکنی. اگر به توبه انسانی مشرک از دنیا گذرد، وای به حالش که خدا در قرآن مشرک نجس خواندگی است، مشرک نجس پروردگار گفته است. برای این دادر عزیز سخت‌ترین گناه این شرکی به خدا است. یک نمود شرک نمی ریا است. ریا انسان خودنمایی کنه، انسان خودنمایی کنه. انا همین شرکی به سوی پروردگار است. ولی بعضی برادران لیکن این موضوع گفتنش هم نیست. راستی بار من کمی خیلی خودم در من میشوم، لیکن بگذار میلش میگیم خیلی بی عقل است، بی سواد است، جاهل است، ما میبخشیمش. میگه حاجی میرزا تو خودنمایی بسیار میکنی. با تلفن میگه میلش، ما میگیم خیلی خدا دانا هست، خدا دانا است که این خودنمایی است یا جهادی در راه خداست، خدا خودش میداند. اگر خودنمایی ها میشد شاید که این قدر الحمدلله که ما از صدای زنگ های تلفن و وقتی که میشنویم که زن تاجیک یا مرد تاجیک وقتی با یک هیجان میگوید که داملا من هدایت یافتم از گوش کردن سخن تو و خدا قسم من در پیشگاه خودم، در پیش خدا خودم عزیزترین انسان میشمارم. اگر شاید این ریا میشد، این خودنمایی میشد، این بنده های خدا امروز به سبب این سخن خدا و پیغمبر هدایت نمیافتند. ابولیث سمرقندی میگوید سخن تو تأثیر نمیبخشد تا زمانی که تو اگر از صدق نگویی. سخن تو تأثیر ندارد تا زمانی که خودت به گفته های خودت عمل نکنی. به این خاطر من انشاءالله خدا دانا است. اگر وی از غیب گوید، غیب گو کافر است. اگر گمان کرده باشد، گمانی بدم گناه است. قصه پیغمبر را یک جنگ از جنگ ها را حکایه میکند که صحابه پیغمبر گفت حبیب خدا یک نفر در زیر شمشیر من ماند، از زیر شمشیر من لا اله الا الله گفت، لکن من قتلش کردم. حبیب خدا آنچنان میگوید همین رگ های سرش بلند شد و گفت انسانی را قتل کردی که لا اله الا الله گفت؟ گفت بله. گفت حبیب خدا وی از ترس لا اله الا الله گفت. رسول اکرم گفت تو آیا سینه وی شکافتی و در داخل شکمی وی دیدی که وی از ترس لا اله الا الله گفت؟ صحابه میگوید آنقدر زیاد این گپ تکرار کرد که خواستم از سر اسلام نو بیارم. سینه انسان کی میداند در داخل سینه انسان چیست؟ ما به نام آن پروردگار همه مشقت، همه اذیت، همه بدبینی که نسبت من از تمام مقامات است همونا را به عهده گرفتیم، لیکن به گوش مردم سخن حق میگوییم. این خدا خودش میداند. من کی است که در پیش اخبارات میتیم؟ اون بیچاره همین که اگر گفتی امروز تو صبرجت کی کند دیگه من برای گفتم ندارم. خب دعا کنید در حق استادایی که پیش از مولود در مسجد خدمت کردند. خدای مهربان آن روزا خیلی گوییم که خدمت‌های زیاد کردن برای آمادگی مهمان ها. خدا خیرشان دهد. این بچه‌های در اطراف ما پولی و مالی و شب و روز در خدمت مهمان ها بودن. خدای مهربان آن بشارت‌هایی که برای خدمت مهمان ها هست برای تمام آن بنده هایی که خدمت کردن خدا در نامه اعمالشون کتابت فرماید. سوال: از آن را بلند گفتن ممکن نیست. در مسجد ما از آن را بلند میگویند. در دهمون یک پیشواداری میگوید که از آن را بلند گفتن ممکن نیست، زیرا که دولت ما اسلامی نیست. باز میگوید که در وقت از آن گفتن یگان کس در حاجت خانه باشد آدم از آن گو گناهکار میشود. خوب این خیرکون برادر بیمار بوده است. کسی های بیمار است پیشوا خدا مثال شفای کاملش دهد که زیرا که مثال به اذان تو کسی در حاجت خانه کسی در کجای باشد اذان دهنده گناهکار نمیشود. ببینید خودش اساس باور کنید آدم سالم نمیگوید. کی میدونه اذان دهنده چی میداند که مثال کی در کجا هست. یک تماما باور کن از
آدمی صحت نیستند، خدا خیرشان دهد، خدا شفای کاملشان دهد. لیکن از آن بلند دادن درست نیست، اینش هم آدم سالم نمیگوید. زیرا حضرت بلال رضی الله عنه بالای مناره میبرآمدند. اون زمان این میکروفون ها نبود. حبیب خدا میگو بالای مناره بالا برا که صدای تو دور رود. ببین نمیگو که از زمین صدا بگو. برای همین از آن از چی قدر بلند گفتن تا کجایی که صدای او رود، هر چیزی که میشنود در حق اذان دهنده اونا طلب مغفرت میکنن. در این خاطر ببینیم کاش که این برادر ما میگو که صداهایی که امروز دلخراشند اونا را به آواز بلند گفتن درست نیست، افسوس اینا را نمیگویند، لیکن اذان میگویند. خدا نگهتان دارد برای خدمت‌های خیرسانتان. دندان روکش یا دندان کردن ممکن نیست. باز میگویند که اگر کسی دندان کند از جنابت پاک نمی شود. نه، درست است برادر عزیز، روکش بکنیم. دندانهای طلا را اجازت میدهند. از آهن دیده و از مس دیده خب طلا را فایدهش زیادتر است. و این خاطر اگر کسی که ضرورت دارد، یعنی دندانهاش نیست که طلا میخواهد کند، درست است، لیکن برای زینت باشد دندانهاش از تو از بالاش برای زینت کشد، اینش حرام است برادر عزیز. برای زینت حرام، لیکن ضرورت درست، ضرورت حلال است، درست است. آهن ضرر دارد، مس ضرر دارد. یعنی شما ببینید بالای دندان در وقت آهن نمونه، همین یک سال پس یا از اون کمتر دندانهاتان ویران، آهن زنگ میزند، بوی میگیرد، ویران میشود، آب او را تو میخوری و معده تو میرود، وجود تو را درمند و بیمار میکند. و این خاطر درست است و در این و جنابت یگان وابستگی ندارد. حتی میگویند که پیش از دندان گذاشتن شما رفته طهارت کنین و بعد دندان چسبانید. خیلیش خوب است، آداب است، لیکن به طهارت هم که چسباند وای معنی را ندارد که در جنابت است. خب ما از شما خواهش داریم با این سوالهای ما جواب، خیلی جوابش همین است داریم. اگر خدا خیر دهد اما پیشواهایی را که نامشان پیشوا هست و کاش که پیشواهای خدمتگار باشند، دلسوز باشند، خدا اینا را زیاد کند. خب سلام علیکم و رحمت الله. دو سوال دارم. هر کسی که اصول دین را نداند یقین داند که اندر گل بماند. گوید که آیا اصول دین را ندانستن یگان گناه دارد؟ دلیل بیارید. برادر اصول دین برادر 8 قسم است، بگویم با تو هر یک را چه اسم است. اکنون اینش ما چقدر نمیشه برای در داخل این از بعض عقیده های شیعه هم داخل است. خب برادر عزیز، اصول دین شما اول میدانید خودتان اصول چیست؟ خود اصول گفته ریشه را میگن. ریشه های دین ما چیست؟ اگر شما را سوال کنن اصول دین چیست؟ گوین بنای مسلمانی با 5 نوع است. خب 5 وقت کلمه شهادت، کلمه طیبه، 5 وقت نماز خواندن، حج کردن، روزه ماه مبارک داشتن. اصول دین است، ریشه های دین است. یا آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و البعث بعد الموت. اینا اصول دین. ایمان آوردن به خدا، ایمان آوردن به ملائکه ها، ایمان آوردن به کتاب های خدا، ایمان آوردن به زنده شدن بعد از مردن، ایمان آوردن به روز قیامت. انا اصول دین. انا این شما از یاد بندازید. از اینش از امون اهل سنت و الجماعه هست. انا همین از اصول دین ما اصول. برای اونجا کم تغییرات ها دارد. اگر چند خدا خیرشان دهد در اون فرض عینم همین آمدگی است، لیکن اونجا ما دیگر خیلی معناها قطعی میخواندیم، لیکن خوبترش او را از دیگر معنا کردن را انا این از یاد کنیم. بنای مسلمانی داریم و گویم که انمون ایمان مفصل و مجملی که در قاعده بغدادی ما و شما میخوانیم. خب دویم، شما در امر معروف دجال گفتید که مرد از عربستان و نزد دجال می آید و دجال او را می کشد، باز زنده می کند و دوامش را می گفتید که حالش چی شد و دجال ایمان نآورده بود، ولی او ایمان به دجال نیاورد. اینجا فقط خداوند هم
قوت و توانایی دجال داده است که انسان میکش با زندهش میکرد. خب این اکو خداوند به او این بزرگی ها را داده بود و حبیب خدا گفت که هیچ پیغمبر مثل که من شما را به دجال شناس کردم، هیچ پیغمبر مثل من شما را به دجال شناس کرد. و این خاطر ما را شناس کرد که انا همین تا دجال انا همین خیل است، همین خیل قوت و توانایی دارد، شما ایمانی به او نیارید. دیگر او آیندهش نیست در حدیث داداری چیز گفتگی نیست دیگر. السلام علیکم دامای عزیز، یک برادر خواهش کرد که جواب یک مسئله را از شما پرسم. اگر زن و پدر و مادر او راضی باشند با خواهر زن ازدواج کردن ممکن است یا نه؟ خداوند شما را نگه دارد. اگر زن و پدر و مادر او، نه این بدبختی است برادر عزیز، یعنی خواهر زن همراه زن گرفتن یا اپای زن همراه زن گرفتن، یعنی از یک اولاد اپا و خواهر یک جای گرفتن، این بدبختی است. اینا یگان تاش برای تو حلال نمی شود، هر دی اینها در تو نکاحشون درست نمی شود. خواهر و اپا را در یک نکاح در آوردن این حرام است، این تماما جایز نیست. اگرچه زنت راضی باشد، اگرچه پدر زنت راضی است، مادر زنت راضی است، الله و رسول او راضی نیست. این ممکن نیست برادر عزیز، تماما ممکن نیست. سوال نفهمیدم اول، لیکن معناش همین است. سلام داملای محترم، راستی بود من یک مخلص اشدی شما هستم. یک سوال من را در تعجب آورده است. سوال: آدم را سجده کردن جایز می باشد یا نه؟ که بعضی رفیق‌ها این را روا دانسته ایستادند. با احترام مخلص شما، نه ما یگان کسی ندیدیم که یگان انسان تعظیم کند. تعظیم فقط حق خداست. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بودند: لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. ببینید حبیب خدا گفت اگر می بودم این که خدا مرا امر میکرد که آدم سجده کند، هر آینه امر میکردم که زنها شوهرهاشون سجده کنند. یعنی من امر شده به این نیستم که به بنده های خدا رسانم که ای بنده های خدا این تعظیم کنیم. تعظیم کردن، میان خم کردن یا پیشانی را در زمین گذاشتن فقط حق خداست. فقط از برای خدا ما تعظیم میکنیم، برای هیچ شخصیت ما میان ما نه. ولی بعضی برادرها فکر میکنن این حرمت نه، حرام تعظیم. بعضی میانشون بسیاری بد خم میکنن. این تماما جایز نیست دادره، این احترام هم نیست. برای فقط میان خم کردن، پیشانی را در خاک گذاشتن، خب اینا همش فقط حق خداست. این برای یگان شخصیت اجازه نیست کردن. السلام علیکم داملا، با این سوال من جواب گوید. سنگ، خاک و یا دیگر چیزهایی که از مزارها هر جا آورده شده، آنها رو باید در کجا پرتاییم؟ بخشش داملا در حق ما دعا کنید. اما خیلی کجا در پرتایینش هیچ چیگم نداره. سال همون سنگ ای خاک ای کدام مثال مزاری هم که آمد، سنگ و مزاری خاک یکان چیز مقدسات نیست که را که ما در طور سر مانیم. هم سنگ خاک که مقرریه خود چی دارد باید؟ هیچی ندارد دادر عزیز. همون سنگ و مزارها مثال هستن. مزار همون مردک خودش در پیش خدا محترم است. همون آدمی که مرده است همون خودش در پیش خدا محترم است. او در پیشگاه خدا خدمت کردگی است، در پیش خدا ثواب و پاداش میگیرد. لیکن از اون جهان سنگ و خاکی که ما و شما میگیریم میاریم، او چیزی نیست که ما را در یگان جا همچون مقدسات من کنیم. ممکن نیست. او را در همون خط کوچه همراه سنگ و خاکا میپردازیم. او از جنس خاک یا جنس خاک قد پرداش بره. یگان سلام نداد. دادر عزیز نی ترسیدن نیست که ما از خدا باید ترسیم. از یه نوده درخت میترسد، ای چوب میترسد. این قدر مردم ما و شما به ایرق شدید. آخه یگانه چیزی که الله میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، و یگانه جایی که کمک است نزد من است، یگانه جایی که حق عبادت است نزد من است.
و در یک روز شما قریب چند بار میخورین همین سوره فاتحه را؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. چی میگوین همین؟ برای همین نترسین، شما هیچ ضلالی نداره. او یک دامنو نقل کردن که در همین مسجد چرمگرا در بین بود یک چنار بود، یک چنار کلام بود گفت، بعد همون را کندن در کار بود، برای که یک خلال داده است، ضرر است. هر کسی را که تبر میتن میگن همون را مثال یک نهادش بزن میترسن، این مزار شدگی است. بعد اخیر دامنو گفتن که من خودم تای تنه کردم، تبر را گرفتم و اولین تبر من در تنه همون چنار زدم، بعد مردم گرفتن زدن گرفتن. ببینید تو چه اندازه ما میترسیم. انسانی که از خدا ترسد همه چیز از او میترسد. شما یگانه جای ترس خدا باشد، نخواه که ما و شما خیلی ایمی یک خاک تاریستان بترسیم. آخه چی است؟ این جای ترس دارد برادر عزیز. من میدانم که شما نمیترسید، شما در عقیدتون حرمت داره. مثال در عقیده شما حرمت کردن همون خاک است، لیکن من به شما میرسانم که خاک او حرمت ندارد، خود همون شخص حرمت دارد. همون انسان شما در حقش دعا کنید، شما همون انسان دوست دارید. بعضیاتون حالی نادرست میفهمین، باز ممکنه که بعد فکراتون دیگر خیر شود. و بعضیات بچه‌ها خط کرده بودن که من سوال داده بودن که همین نیت غسل ندانید چه میشه؟ ما گفتیم نیت غسل ما خود ما نمیدانید، نیت غسل هیچ شرطی نیست و نیستنش. بچه‌ها خط کردن که یک محله کلان اخلاصش پرید است که تو دعای غسل گفتی هیچ چی نیست. اینو ببینید، حالا که در اصل یگان چیزی نداشت که نیت همون نیت قلبی بود. برای یک همین مسئله یک شلاق کلان اخلاصش پرید است. برای همین یک مسئله ها شما را خوب توجه کنید. چیزی که من میگم هم عادی هم ساده خب و هم پهلوش فکر کنید. یکی یک بار شما فکراتون تغییر ندید. بسیار مسئله نازک است. نازکیش به همین مقصد است که شاید که از بسیار اهل علم که اینا نمیبراید با گوش مردم که نمیرسند، بعد فکر میکنین که خیر ممکن یگان فکر دیگر دارد یا یگان رویه دیگر، یگان مذهب دیگر است. هر خیل فکر در ذهن آدم میاد، لیکن هیچی نیست. رویه ما رویه قرآن است، حدیث است. مذهب ما و شما مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. از این دیگر چیزی نیست. حاجی مرزا میگفته که در مسجد درس‌های دنیوی را تیار کنیم، در نزد الله گناهگار نمیشویم. نه، گناهگار نمیشیم. شما اگر یکم کتاب‌های حتی همین فیزیک دارین، شیمی دارین، ادبیات دارین، چیزی دارین، آمده در یک کنار مسجد نشسته و درساتون را تیار کنین، یگان ضلالی نداره، یگان گناهگاری نمیکنه. خب در یک روز ناخن‌های هم دست و هم پا را گرفتن درست است؟ درست است، ضلالی نداره. در مسئله میاد که وقتی آدم طهارت کرد و بعد ناخن‌هاش گرفت، از سر طهارت کرد؟ نه، میگه طهارت از سر شرط نیست. خب اکو من درو جواب گویم که دوستی سوال دیگر مونده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما گروه طالب علم از شهر فرغان‌تپه میخواهیم که با سوال ما پاسخ گردانید درباره نشستن چله کمی روشنی انداخته، زیرا استاد ما را اجازه نمیدهد که به نمازهای 5 وقته و نماز جمعه رویم. در حق ما طالب علمان دعا کنید. دادر عزیز، شما لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر استاد تو را من کند که جمعه نرو، 5 وقته نرو، تو اگر اینجا سخن استاد تا رد کنی و روی، پیش خدا ثواب میگیری. لیکن اگر سخن استاد تا قبول کنی و جمعه نروی و 5 وقته نروی، همراه استاد همتون در پیش خدا گناهگاری. برای این معنی را نداره. برادر عزیز و گرامی، اسلام ما و 5 وقت نماز ماها را ضرور گفته آمدن مانه. دیگه کسی 40 میشیند، 50 میشیند، 60 میشیند، چیستن گیرد میسان. لیکن در نیامدنش کسی 40 می نشیند لیکن نماز نمیآید، گناهگار است. در 5 وقت نماز باید در نماز باشد، در نماز جمعه باید در نماز باشد. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه او جمعه فاسعوا الى ذکر الله. این برای همه است.
روز جمعه که آمد برای تمام بنده های خدا آمدن به سوی مسجد فرض است. خدا میگه السلام علیکم اکای حاجی میرزا، با سوال ما جواب گردانید. زن من ساتر کرده است. یک همسایه گفته است که ساتر پیش وقت نبود، نو برآمده است و فکر آن همسایه ملاهای حاضره برآوردند. از شما خواهش میکنیم شما چی میگویید؟ اگر امیر مسخره کرده باشد اثر تجدید ایمان کند، ایمانش باقی نمانده است. اگر آیت قرآن انکار کرده باشد ایمانش باقی نمانده است. این چیزی نو نیست، این قرآن است برادر عزیز و گرامی. انا همین قرآنی که در خاندان همه ما و شما هست. شما کشایید سوره احزاب را، شما کشایید سوره نور را و با این آیتی که پروردگار از بالای 7 طبقه آسمان و زمین فرستاد یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلك ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. الله بیان میکند ای محمد به زنهای خودت، به دخترهای خودت، به زنهای تمام مؤمن ها برسان که بالای سرشان جلباب داشته باشند، بالای سرشان پرده ها داشته باشند، گردن ها و دست ها و پای های اونها لوچ نباشد، موضع های اونها را به جز شوهرها کسی نبیند. این سخن خدا هست، این سخن نه حاجی است، نه شیخ است، نه ملاهای حاضر است. من این خاطر اگر برادر از روی جاهلی باشد خیلی خدا میبخشش، لیکن از روی دیده و دانسته کرده باشد باید که تجدید ایمان کند. این معنی را ندارد که ما و شما نماز خواندیم، سطر کردیم، کسی به ما کار نگیرد. نه، به ما کاردار میشوند، ما را آزار میدهند، ما را مسخره میکنند، ما را هر لقب ها میگذارند، لیکن باقی نداریم. انشاءالله غلبه نصیب ماست، انشاءالله آبروی ما و شماست. السلام علیکم داملای شیری سخن. من یک گروه مخلصان شما و شما سوال های داریم. فیلم هایی که درباره عذاب قبر و اسلامی تماشا کردن جایز است؟ میخواهیم با این سوال پر جواب گردانید. از شهر قرغان تیفا برادر عزیز و گرامی، همون یک دیسک که آمده بود که در باب عذاب قبر، خب که بچه ها گوش کردن، من گوش نکردم. گفتن وقتی که عذاب بالای می آمد فریاد میزد که علی مرا نجات ده. این علک عقیده ما نیست برادر عزیز و گرامی. و قبر و عذاب خدا جای نیست که از علی و از عمر و از ابوبکر و از عثمان ما نجات طلب کنیم. اون جایی هست که انسان از خدا نجات طلب میکند و این خاطر این چیزهایی هستند که عقیده ها را ویران میکنند. برادر عزیز عذاب او را تماشا نکنید، خوبش بهترش از اینا دور باشید، اینا در کار نیستند، زیرا با فکرهای ما و شما تماما نزدیکی ندارند. السلام علیکم دامنای عزیز، ما از شهر دوشنبه سوال داریم. خب خیلی سوال اینه که بدتر خیلی سوال دراز، وقتم تمام شده است. این برادر ما درباره سرلوچ سوال کرده بود، از من یک جمعه جواب گفتم یک از روی آداب است. برادر عزیز مایل شاخی سرهاتونه اینجا انقدر سختی گرفت است که دامولا دیگر بیچاره را دراشون محکم کردگی نمیمونن که بچه ها درآیند. آداب برادر عزیز تا این اندازه که کار آمده باشد اما یک عرقچین سر زمان آمده خواندن بگیر. از این قدر گپ و از این قدر فتنه و از این قدر کشاکش داشت، خوبش همین است، بهترش همین است. و ایلا از مستحب بالا نیست، و ایلا از آداب بالا نیست. اگه گویی که به این نماز درست نمیشه، نه نماز درست میشه. لیکن مادامی که مورد این قدر کشاکش و گپ و این قدر اگر دروازه محکم کردن و دشمان ها کشید، اگر همون یک عرقچینه که بالای سرتون. اول سلام اکای حاجی میرزا، من یکی از مخلصان شما، خدا علم شما را زیاد کند. همسایه میبیند که من به نماز جمعه میروم، خدا قبول گرداند. از من التماس کرد که از شما خواهش کنم که جواب همین واقعه پسرش که پیش از نکاح و توی با کلینش کرده است جواب گویی. وقتی شب توی نکاح کرده میارن، بعد میفهمیم که کلین 3 ماه حامله دار است.
بعدا از 6 ماه پسر تولد کرده است. از شما حاجی محترم خواهش میکنم که جواب این را پر رسانید با احترام مخلصان شما. البته یعنی این جوانی که پیش از نکاح، پیش از توی با این زن یک جایه شدند و گوییم که از این جوان این زن صاحب 3 ماهه حامله دار شدند. خب نکاح اینها درست است وقتی نسب معلوم باشد. مقصد همون زن پرسند که همین شکمت از کی است؟ گوید که از فلانی است. کسی دیگر همراه نیست؟ نه، کسی دیگر همراه نیست، فقط از فلانی است. پس شریعت اجازت میده که با فلانی نکاح کده دهینش. خب و خانه‌داریش هم تا وقتی تولد کردنش اجازت میدهد. لیکن وقتی نسب معلوم نباشد، مقصد زنی بود که با 10 جوانها رسیدگی هست و یا نکاح کردنش درست است، لیکن شخصی که وی نکاح کرده میگیرد تا وقتی تولد با وی نزدیکی کردن نمیتواند، فقط نکاحش درست میشود. از این خاطر این فرزندی که از این جوان به دنیا آمده است یکمش حرامی است، ایرا ولد زنا میگویند، زیرا که به نکاح دست درازی کرده است و این فرزند در شکم این زن پیدا شده است. ایرا حکمش ولد زنا است. این حتی پیش در آمدنش اجازت نمیدهد شریعت. برای چی؟ برای بدبختانه رفتار کردن این پدر و این مادر. این فرزند در دنیا گوییم سبب بدگمانی و سبب گوییم که در شک و شبهه پیدا شدن دل بندگان خدا پیدا شد. یعنی سبب گناهکاری این پدر و این مادر است. این جوان هیچ عیبی ندارد، فقط که نام این بیچاره ولد زنا است، از حرامی تولد شده است. السلام علیکم برادر حاجی میرزا. اولی این جوان که گرفته است، لیکن بسیارها میآید میگوید دخترها حتی مراجعت میکنن، خانه میآیند که مثال با فلانی یک جایه شدیم، 1 ماه 2 ماه شد یا 3 ماه شد رفتیم ابورت کردیم و فلان و فلان کردیم. امروز اینش هم رواج دارد. خدا دانا است، باور کن اکثریت جوانهایی که زن میگیرن خدا دانا است که دختری بیکر بیابند. با بعضی گویم که همون طبیبای بی انصافی هستن که پیش از مثال به شوهر برآمدن دخترها اونها را گویم همچون دختر میکنن و بعد دست شوهرشون میتیند. این خیلی بی انصافا هم وجود دارن. عزیزم میگویم که مقصد یک باره که طلاق دادن بازگشته و 3 طلاق گفتن، این روایت دارد، فقط روایتش در دست من نیست. می توانین که رفته در مفتیات مراجعت کنین، انشاءالله برای شما روایت میابند. لیکن گفته همون تاجیکای ما و شما هشتانه به سر گیریم. در زندگی بسیار خطری گویم، خیلی چیزی نازک است، بسیار اهمیت دهید. انشاءالله همین احترام شوهر را کنین، شوهر خواهی نخواهی احترام شما را میکنن. دوست میدارم که در همه عائله احترام شوهر و احترام زن وجود داشته باشد. انشاءالله از بین اینها بعد چی میشود؟ فرزندای خوب به دنیا می آید. و الا اگر در بین شما این گونه جنگ و جنجال و طلاق کردن و نافهمی ها باشد، یقین است که از وجود شما فرزندای خوب به دنیا نمی آید. خواهر عزیز، انشاءالله از این صحبت های من شاید هیچ کس ملال نمی شود. صحبت های هست که همه سرشار احادیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، فقط به فایده شما هست، فقط به فایده همه ما و شما هست. ممکن نیست. جمعه گذشته من در اطراف سلام برای شما گفته بودم که سلام میدهم، سلام دادن چگونه هست، باید چگونه سلام دهی. و در باب قهری که امروز برادرای ما و شما قهری هستن با یک دیگر، شرم نمیکنن، هر دو نماز میخوانند، هر دو در یک محله زندگی میکنن، هر دو در یک طبق نان میخورن، لیکن با یک دیگر قهری هستند. خواستم در اطراف همین با شما صحبت آراسته کنم. حبیب خدا میگوید لما خلق الله تعالی آدم
فقال اذهب فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك و تحیت ذریتك. حبیب خدا میگوید وقتی خدا آدم آفرید، بابای آدم میگویم حضرت آدم علیه السلام، اولین آدمی را که خدا آفرید، وقتی آفرید بعداً با این آدم چی گفت؟ اذهب فسلم على هؤلاء نفر من الملائکه جلوس. همون جمعیتی که نشستن دیدی گفت. حضرت آدم نگاه کرد که یک جمعیت مثل همین مسجد ما و شما پوری آدم، پوری همین تا گویم یک مخلوقای خدا. گفت دیدم. گفت همه اون ملائکه هستن. گفت اونا ملائکه هن. فسلم، رفته به اونها سلام بده. لیکن گوش انداز که وقت سلام دادی چی جواب میگیری، زیرا این که جواب او جواب هست که باید به تمام فرزندهای تو انا همین گونه سلام و انا همین گونه باید جواب باشد. حضرت آدم میگوید آمدم نزد ملائکه ها آمدم. بعدن چی گفت؟ السلام علیکم. حضرت آدم به همون تمام ملائکه ها بعد سلام داد، السلام علیکم. ملائکه ها همه گوش داشتند. فقالو السلام علیک و رحمت الله فزاده رحمت الله. شارح های حدیث میگوید، میگه وقتی آدم گفت السلام علیکم به صیغه جمع، علیکم بر شما، سلام بر همه شما باد. حضرت آدم گفت از طرف ملائکه ها چی جواب آمد؟ السلام علیک و رحمت الله. ببین حضرت آدم یک کس کی بود علیکش گفتن، اونا جواب گفتن سلام بر تو باد و رحمت پروردگار به تو باد. جواب انا همین است، سلام انا همین است. السلام علیکم جواب چی باشد؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر چند برکاتش من در آینده حدیث دیگر در برای شما بیان میکنم، لیکن از جانب ملائکه فقط همین قدر آمد. و علیکم و علیک السلام و رحمت الله. السلام علیک و رحمت الله. این جوابی بود که از ملائکه ها. مرد آمد نزد حبیب خدا، پرسید ای الاسلام خیرون، ای حبیب خدا در همین دین اسلام از همه عمل دیده کدام عملش پر ثواب است؟ حبیب خدا چی گفتن؟ تطعم الطعام و تقرأ السلام على من عرفت و من لم تعرف. حبیب خدا گفت در اسلام بهترین عملش دو هست. گفتن یکی دادن طعام است، دوم سلام دادن از کسی را که میشناسی و کسی را که نمیشناسی. این بهترین عمل در اسلام است، دادن طعام، خیر احسان کردن، صدقه دادن، در خانه مردم فریاد و گویم آب و نان قد ضیافت دادن. این بهترین عمل اسلام است. و دوم حبیب خدا گفتن دوم بهترین عمل در اسلام سلام دادن است، کسی را که میشناسی و کسی را که نمیشناسی. این امروز کسی را که شناسیم سلام میدهیم، کسی را که نشناسیم سلام نمیدهیم. میبینیم از کسی که مثال یگان منفعت دارد سلامش میدهیم، کسی که منفعت ندارد سلامش نمیدهیم. میبینیم کسی که پول دارد وظیفه دارد دویده به پیش میریم سلام بکنیم، لیکن کسی فقیر و بیچاره و ناتوان است و سلام نمیدهیم. حالا که حبیب خدا میگوید کسی را میشناسی و کسی را نمیشناسی و از کدام جمله انسان نباشد شما با او سلام دهید. این بهترینی چی است؟ از عملهای اسلامی به شمار می رود. این اول الناس بالله من بدأهم بالسلام. حبیب خدا گفتن از همه در بزرگترین شما کیست؟ آن کسی که اول سلام می دهد.
ببین اول سلام دادن بزرگی شما را نشان میداد است. بهترین شما حبیب خدا گفت همان کسی است که اول سلام میدهد. بسیاری آدم از روی تکبری اول سلام نمیدهد، میایستد تا که مردم وی سلام دهند. ببین این از روی تکبری میشود. بعضی آدم دیده مثال سلام هم نگاه میکنه و سلام نمیکنه، کنی میبینه از طرف تو یگان سلام میشود یا نمی، او از روی تکبری است. به این خاطر ما در کدام حالت نباشیم اولی سلام دهیم. کسی را میبینی السلام علیکم و رحمت الله گفته اولی سلام بده، ان شاء الله تو بزرگترین و بهترین انسان به شمار میروی. در دیگر حدیث های رسول اکرم می آید جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه فجلس فقال عشر. یک مرد آمد نزد حبیب خدا گفت السلام علیکم و پیغمبر خدا همین خیل سلام داد السلام علیکم. حبیب خدا چی گفتن؟ فرد علیه، گفتن و علیکم السلام و علیکم السلام. چگونه که سلام دادن همون خیل جواب گرفتن و حبیب خدا گفت اینجا نشین برای تو 10 ثواب. ثم جاء الاخر، بعد از آن مرد دیگر آمد فقال السلام علیکم و رحمت الله فرد علیه فجلس فقال 20. میگوید اینش چی گفت؟ اونش گفته بود السلام علیکم. این دویم مرد آمدگی السلام علیکم و رحمت الله، رحمت الله را زیاد کرد. حبیب خدا همین جواب با او بازگشت و گفت برای تو خدا 20 ثواب میدهد. ثم جاء الاخر، بعد از آن سیوم آدم آمد گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته فرد علیه فجلس فقال له 30. حبیب خدا میگوید این سیوم شخصی که آمد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را جواب گرداند و گفت برای تو 30 ثواب خدا نصیب کند. 30 ثواب. بین مقصد السلام علیکم گفتین سلامی درست است 10 ثواب میگیرید و رحمت الله را اگر جمع کردید بالاش ده 20 ثواب و برکاته را اگر ماندین این حالت چی میشود؟ 30 ثواب خدا در این سلام برای شما نصیب میگرداند. برای همین بهترین سلام انا همین است که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر. حبیب خدا میگوید همه وقت سواره پیاده را سلام دهد. کدام شما اگر در چیز سوار باشین، چی در اسب، چی در ماشین، چی در خر، در چیزی که نباشین سوار باشین، پیاده را باید شما سلام دهید. حبیب خدا میگوید رونده نشسته را سلام دهد. والماشی علی القاعد، کسی که رونده هست در راه گشته رفته ایستاده است، کسی در راه نشسته است، راه نشین آدم راهگرد سلام میدهد. والقلیل علی الکثیر، حبیب خدا گو آدم کم بسیار سلام میدهد. اگر کم باشین میبینین یک توده آدم شما 2 کس باشین، اگر بالاتر 10 نفر باشد شما باید 2 نفره 10 نفره را سلام دهید. یعنی همه وقت آدم کم بسیار سلام میدهد. دیگر حضرت انس میگوید که وقتی حبیب خدا به سوی من گفت یا بنی، گفت اذا دخلت علی بیتک، وقتی در خانت می درآیی، گفت ای انس بر اهل خانت سلام بده. ببین امروز ما و شما وقتی که همون خانه من می درآییم، دروازه را می کشاییم، داخل خانه در آمدیم که مثال در اونجا پدرمان است، مادرمان است، یا گویم عائله مان است، فرزنداش است، در حال ما باید که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته بر اهل خانه سلام دهیم. امروز من باوری کامل دارم باور که 70% این مسجد در خانه سلام نمیدهد. خانه می درآیی، در آمدن هست، لیکن سلام دادن بر پدر و مادر یا گویم بر زن و بر فرزندات وجود ندارد. حبیب خدا میگوید که یکون برکتا علیک و علی اهل بیتک. ببین نمین سلامی که تو در خانه دادی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفتی، انا امین بر خودت برکت میدهد و در خانت برکات پیدا میشود. به خاطر نمین که تو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در خانت میگویی.
حضرت انس میگوید کارش همین بود که وقتی در کوچه که میگذاشت با کودک ها سلام میداد. وقتی میگفتن ای انس با کودک ها سلام میدهی چیگو؟ گفتن حبیب خدا را میدیدم که همیشه با کودک ها سلام میداد. یعنی این هم یک مسئله هست که ما باید کودک ها را سلام دهیم با مقصد که کودک ها از سلام ما و شما عبرت میگیرن. وقتی که ما اونا را سلام دادیم اونا میدونن که سلام دادن این هم گویم که یکی از رکنهای اسلام به شمار میرود. با این خاطر چی میکنن؟ همین عادت میکنن. ما باید که این سلام ها را گویم که در خاندانمان، در اهل عیالمان استفاده بریم. یکی از حقهای گویم که مسلمان بالای مسلمان دارد انا همین است که حبیب خدا گفتن حق المسلم علی المسلم ستون. ببینید برادرای عزیز، در همین مسجد چند هزار نفری که باشین اینت بالای اینت حق دارین، حقهای دارین. قیل و ما هن، از حبیب خدا پرسیدن حقهای مسلمان چند است؟ گفتن 6 است. در یک روایت 7 آمده است، در بعض روایت 5 آمده است. لیکن این روایتی که من میخوانم این از صحیح مسلم است، از ترمذی و نسائی و ابن ماجه 6 روایت کردند. میگوید حبیب خدا گفت مسلمان بالای مسلمان 6 حق دارد. گفتن کدام است؟ حبیب خدا چی گفتن؟ اذا لقیته فسلم علیه. یکم حق همین است که وقتی که اگر با یک برادر مسلمان روبرو شدی در حال با او سلام بده. ببین روبرو شدن با برادر مسلمان ده سلام بده. وقتی با کله جنبانیدن و با اشاره دست سلام نده، بلکه با لفظ سلام بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته باید با یکدیگرتون شما سلام دهین. ان شاء الله همین افشای سلام هم حبیب خدا میگه. عبدالله ابن سلام گفتن که شنیدم از حبیب خدا که میگفت. چی میگو حبیب خدا؟ یا ایها الناس، ای گروه مردم، افشوا السلام و اطعموا الطعام و سیلوا الارحام و صلوا والناس نیام تدخلوا الجنه بالسلام. چه حدیث عجیب، جمله های زیبای حبیب خدا گفتن ای مردم سلام میکنین، خوشرو سلام کنین، سلام آشکارا کنین، بلند با یکدیگر السلام علیکم گفته قوقاتون کشاده کنین. لیکن شما فراموش نکنین برادرای عزیز، امروز سلام میکنه پس خیانتت میکند. معنای سلام چیست؟ معنای سلام ابن عربی در احکام القرآنش از امام عیینه روایت میکند که امام عیینه چی گفتن؟ گفتن که اتدریم السلام. گفتن میدانین مردم با یکدیگر سلام میکنین، یکدیگر آغوش میگیرین، آیا میدانین همین سلام چیست؟ گفتن چیست؟ گفت انت آمن منی. مقصد وقتی سلام با یک برادر کردی معناش این است که ای برادر امروز که من با تو سلام علیک شدم تو بے پروا باش که من در حق تو اصلا خیانت نمیکنم. معنای سلام انا همین است که با در عرفیت ما و شما استفاده میبریم که ما با فلانی نان و نمک خوریم. مقصد وقتی تو نان و نمک خور که باشی باید که در حق او برادر تو خیانت نداشته باشی. یعنی وقتی با یک برادر تو سلام میکنی دست در دست او میگذاری یا او را در آغوش میگیری و از پس او را غیبت کرده و خیانت میکنی، این روسیایی است، این سلام نیست، این دروغ است. تو سلام یا از خاطر پولش داری یا از خاطر منصبش داری یا به خاطر قدر قیمت داره، به همون خاطر سلام داری. فردا و از همین مرتبه خالی شود تو بر این انسان به او سلام نمیکنه. لیکن حضرت امام عیینه گفتن معنای سلام این است که ای برادر امین باش که من به تو هیچ ضرر نمیرسانم. معنای سلام انا همین است. انا حبیب خدا گفتن سلام ها را آشکار گوید. خیلی قوقای انداختگی و یا که دستش دراز میکند دهن خب پیمت دراز میکند، مثال یک گویا یک سلام کرده و نه، سلام این نیست. سلام یک دیگر را که دیدیم تبسم میکنیم، مثال گویم که لبخند میزنیم، السلام علیکم و رحمت الله گفته دست یک دیگر را میگیریم. این حبیب خدا گفتن ای مردم آگاه باشین که آشکار کردنی سلام، دادنی طعام، وسیل الارحام، با خیش قومیتت یک جای بودن، با خیش و تبار رفت آمد کردن، و صلو و ناس و نیام، نماز شب بخوان در حالتی که مردم خواب باشد، تدخل الجنت بالسلام.
حبیب خدا گفتن در جنت با سلام السلام علیکم گفته وارد جنت شو. وقتی که تو طعام میدهی، وقتی که تو سلام آشکارای همین تا گویم با تبسم داری، یا اینکه با خویش و تبارد رفت آمد داری، یا شبها نماز داری، این 4 عمل که اجرا کردی مرحمت وارد جنت شو. گو با السلام علیکم و رحمت الله گفته وارد جنت شوی. به این خاطر سلامامون هم باید که کشاده رویی باشد، سلامامون هم به طمع باشد. ولی سلام ها امروز به طمع شدگی است. حمد میدونین خیلی دیگر جای شرح دادنش نیست. همون گفته عمر خیام دوستان 3 نوع انگر بدانی، کنانی اند و جانی اند زبانی. حضرت ها در همون دورهای خود چون همین دوستای حاضره را علاکه در لابراتوری گذرانیدن، دیدن این دوستی که امروز داریم مثال زبانی میشیده است، نانی میشیده است، جانی میشیده است. به نانی نان بیده از در بیرانش، همونش که کیسه تر نگاه داره، همونش که درآمد تا نگاه داره، همونش که منصب تو قطعی آشنا هست، بتیش از همون مال دنیا یک قسمت کش بتیه بگو برا دور برا، در پهلوت و راه نته. دویم دوستایی که هستن زبانی هستند. سال میاد در پیشت بسیار خودش ملایم میکنه و سخنهای دیگر آدم هم میاره پیش تو و دیگر خودش بسیار شیرین میکنه. او قطعی زبانی نوازش کن، او دوستی زبانی هست. لیکن دوستی جانی را عمر خیام گفتن با جانی جان بیده گر میتوانی. یکی دوستی جانی را همیشه چیکار کن؟ در پهلوت بگیر. دوستای جانی قطعی همیشه رفت آمد کن، زیرا سلام او طمع ندارد، سلام او ضرر ندارد، همه عملهای او فقط و فقط به فایده شماست. لیکن برادرای عزیز سلام دادن که خیلی ثواب کلان دارد، بی نهایت سلام گویم چی با کلانترها و با همه. لیکن در کدام حالتها سلام نکنیم؟ حالتهایی که نادرستی سلام است، حالتی که گویم که مرد در حاجت خانه باشد. مثال حاجت خانه های هستن که دو کسی که در همون حاجت خانه می دراید، در درون حاجت خانه سلام دادن درست نیست. یا در داخل حمام در که امروز بعضی موی سفیدا را میبینی که بیچاره سطر ندارن، همین تدگویم که عریان بچه‌ها را میبینی از زیر ناف تا زیر زانش پوشاندگی و موی سفید نمی قدر ریش کشال و نه یگان تروسی داره و نه یگان گویم سطر دارد. بیچاره بچه‌ها را تماشا میکنن. اینا در اصلا اینجا یگان گویم که ما تهمت نمیزنیم. همون حمامات هم که در آمدین، همون حمامات هم سطر را بجا بیاریم برادر عزیز. سطر از زیر ناف تا زیر زانوتون مستحکم و محکم باشد. خب اگر از خودت محکم باشد از دیگرها کشاده، در اوج تو گناهگار میشوی برای دیدنی گویم موضع های اون برادری که از پهلوی تو در وجود دارد. در حمام هم سلام دادن درست نیست. یا در حالت مسجد میدرایی که مردم نماز خوانده است سلام نده، یا میدرایی که یک برادر تنها نماز خوانده است سلامش نده، یا حالتی که یک برادر قرآن خوانی دارد سلامش نده، یا حالت یک برادر ذکر در مشغول است سلامش نده، یا حالتایی که یک برادر اذان گفته است قطعی او سلام نکن، یا حالت یک برادر قامت میگه در حالت قامت هم سلام نکن، یا حالت اینه من موعظه دارم یک کس میدارد سلام میدهد. حالت موعظه حالت سلام نیست. خاطری را تو مشوش میکنی، خاطری را تو پراکنده میکنی. یا امروز گویم از همه در بدترینش همین است که لبی دسترخوان، همین دستامان در درون طعام در آمده است که میبینی که به بالا تا آمد سلام کنی. حالت طعام خوردن حالت سلام نیست. حالت طعام خوردن همون در آمدی السلام علیکم، بس همون جا که دنیشین طعام تا که خوردی همه که مثال گویم فارغی از طعام شدن بعدا زیارت ها می شود. این حالت هم حالت نادرستی سلام است. همینا را شما رعایت کنید. از گفتن باور که در دهن ما خف نمانده است، لیکن هیچی دیگر نمیبینیم. همین هم معامله را همین گویم آنچه که میگویم در معاملات نمیبینیم. همینا را اجرا کنین. اینا سخنای خدا و پیغمبرن، اینا سخن کتابن. وقتی شما ثواب میگیرین که همینا در عملی بگردانید. اجازت نیست. اینا حالتهای هستن که در این حالتها سلام دادن درست نیست. انشاءالله فکر میکنم همین قدرش در اطراف سلام برای ما و شما کفایت میکند. در آیاتهای قرآن هم بسیار در باب سلام سخنهای زیاد، چه از سوره های مبارکه نور و چه در سوره نساء و در باب سلام آمده است که حتی
در یک آیت قرآن خواندم که خداوند میگوید که وقتی خانه یک برادر مسلمان میدرایی تو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. وقتی خانه یک برادرتون که میدرایین خداوند میگوید شما به اجازت خانه برادرتون ندرایین، بلکه ایزن گیرید. ایزن چیست؟ اجازت گیرید. اجازت با سلام تا 3 بار. همون حولیده که هم دروازه را کشادی السلام علیکم و رحمت الله خاندار گفته فریاد بزن. اینا در آیات های قرآن خداوند خبر میدهد تا 3 بار سلام بده. وقتی میبینی هیچ صدای نیست پس بگرد وارد خانه نشو میگوید خداوند. امروز در بعض خانه که زواناکا هست، همون زواناکا جقیدن هم انامون هم خودش چی است؟ معنای اجازت پرسیدن است. لیکن خانه هایی که گویم که همون زنگ ها که وجود ندارد وقتی میدرایم بعضی آدم دیده ولی راست به همون خانه را میدراید، دیگر نگاه نمیکنه که در اون خانه کی هست چی هست. این در دوره های حبیب خدا همین آیت نزولش از برای یک زنی بود که پیش پیغمبر خدا آمد گفت چند بار است که در حالت عریانم که به خانه مردها میدراید. مقصد همین خیلی در حالت های هستن که خانه از وارد خانه است، آدما در همه کار مشغولن. وقتی آدم دری او را کشاده و به وارد خانه او میشوی این بسیاری بسیار نادرست است. همون هم پسی دروازه او فریاد بزن سلام بده، بعدا اجازت شد میدر و اجازت که نشد پس میگردی. این است مسئله هایی که برادر عزیز کمی گویم به ما وابستگی. اینجا یک سوال دیگر بسیار ضرور بوده است. همین خواهر از ما پرسیدن، بسیارتر خواهرای اسلامی از ما سوال جواب میکنن، خدا نگهشان دارد. السلام علیکم ایشان حاجی میرزا، از خدای بزرگ التجا دارم که زبان شما را از گفتن سخن حق در راه اسلام همیشه گویا گرداند. سوال چنین است: شوهر من زنگیر است، من او را برای گرفتن اجازت دادم که رفته زن بگیرو به نزد من زند را نیار. شوهرم میگوید که برای این عمل از من دعا نمیگیری و دعایت نمیدهم. التماس با سوالم مکمل جواب دهید. با احترام، یک اپای اسلامی شما. این خیلی اپای اسلامی بوده است. همون شوهر باور که نادرست رفتار دارد. وقتی که مثال همین زن اجازتی گویم که حالان که حقوق اصل شریعت گیری برای زن گرفتن اجازت زن ضرور نیست، لیکن اکو وقتی که شما مصلحت کردین همین زن که اجازت داد، پس باز این شب بالای او زم نکن که مثال ما او را به نزد تو میارم. خواهی نخواهی دادر عزیز به نزد او آوردن عاقبتش باز پراکندگی است. باز پراکندگی به فایده یگان برادر نمی شود. امروز بسیار از جوانایی که امروز گویم همون 2 زنان 3 زنان، لیکن هیچ وقت زنای اونا یک جا نیستن، به خاطر که اونا در بین اونا خواهی نخواهی جنگ جوش گویم نافهمی ها پیدا می شود. به این خاطر این انشاءالله این خواهر گویم که هیچ کاری خطا نکرده است، یگان کاری غلط نکرده است. انشاءالله این دعای بد شوهر در حق تو دعای نیک است. اگر دعای بد کرد همچنان میرسد در حق تو که گویا که شوهر در حق تو دعای نیک کرده ایستاده. خوش به حالشان. باور کن خیلی زن ایمانداری هست که میگوید رفته تو مثال زن بگیرو میلش من در باز در نکاح تو طاقت تو را دارم گفته. این خیلی غیرت اسلامی است از جانب زنها، خیلی غیرت کلان است. امروز مثال بسیار جوانا هم هستن که به خاطر میبینن همین دخترهای مثال بیراگرد زیاد شدگیان. بسیار جوانا را من دیدم باور که گفتن از قد راه زن گرفتیم. مثلا همون زنای بیراهایی که در قد راه هستن انا همونها را رفته جدا کردیم و برای خود زن اختیار کردیم. این امروز وای مثال در خانه من خدمت دارد. از همین گونه زنها ما چی داریم؟ از همین گونه زنها ما صاحب فرزندیم. برای همین این یک غمخوری از گویم به همین جامعه تاجیکستانی ما که مثال وقتی یک زنی بیراهگرده که فردا وای بیمار می شود، چندین جوانهای دیگر را گویم که از همون بیماریش میگذراند و گویم یک بیماری عام در همین جمهوری ما پیدا می شود، یک پیشگیری گویم جوانها همین را برای خود اختیار کردند. لیکن خوش به حال این خواهر بسیار باور کن عملی خوب نشان دادن.
ассалому алайкум домлои муҳтарам. мо як гурӯҳ ҷавонон аз шаҳри душанбе хоҳиш мекунем бо саволи мо ҷавоб гардонед. як рафиқи мо занашро 3 бор як талоқа кард ва боз никоҳ карда гирифт. оё зиндагии ин ҷавон дуруст аст ё не? дар бораи талоқу никоҳ ба ман муроҷиат накунед, фақат ҳамун маркази исломӣ дар рафта муроҷиат кунед, ҳамунҷа чизе ки барои шумо гӯянд. муҳтарам бобои ҳоҷӣ, дар фарзи айн усули дин аз 8 қисм иборат аст. аммо аз мавлави сироҷиддин шунидем ки усули дини мо танҳо оманту билоҳӣ мебошад. мавлавӣ мегӯяд ки усули дини 8 қисма усули дини шиъаҳо мебошад. хоҳиш мекунам дурусттар фаҳмонед. хоб, яъне бародари азиз, усули дин бародар 8 қисм аст, ин аз мо нест. хоб, фаромӯш накунед. усули дини мо буниял исламу ала хамсин. сухани ҳазрати абдуллоҳ ибни умар худо раҳмату мағфиратшон кунад, ҳабиби худо гуфтанд ислом бар 5 чиз биност. шаҳодат додани калимаи ла илаҳаиллаллоҳ ва анна муҳаммадан абдуҳу ва расулуҳ. ин якум. дуюм, 5 вақт намоз хондан, рӯзаи моҳи рамазон доштан, хоб, закот додан, ҳаҷ кардан. ин аст усули дини мо. ана ҳамин усул гуфта ҳамун гӯем асла мегӯянд. асос решаи дини исломи мо ана ҳамин 5 чиз бино мешавад. ба ин хотир албатта оное ки буданд хайку худо раҳматшон кунад, касе китобат кардааст накардааст, онора мо инҷа ҷои таҳқиру ҷои мазаматшон нест, балки фақат имрӯз мо шумо ин қадар фаҳмем ки усули дини мо 5 чи аст, 5 бинои ислом. ана ҳамина шумо донен, иншоаллоҳ ҳамин худаш кифоят мекунад. хуб, ассалому алайкум бобои ҳоҷӣ, аз номи як мухлиси шумо аз деҳаи Даҳанна Каримов Абдуллоҳ. бобои ҳоҷӣ, ин 50 суми маро камам ки бошад бисёр гуфта қабул намоед аз ман ва ин китобро аз ман қабул намоед. бобои ҳоҷӣ, дар ҳаққи ману авлодам дуо кунед. ман касали қанд ва диққи нафас мебошам. шояд ки бо дуои шумо худо хоҳад нақс шавам. илоҳо шуморо ҳаргиз хор накунад. бо эҳтиром, Каримов Абдуллоҳ. иншоаллоҳ ин 50 сомони боборо ҳам дар ободии масҷид худо хоста бошад сарф мекунем. ва инҷадам бародарое ки боз як бародар худоро нигаҳш дорад, инҷадам хуб як миқдор пули урусӣ равон кардааст барои ободии масҷид. хоб, як бародари дигарам инҷада маблағ додан, номшона нагирифтанд. зани бобои ҳоҷи Абдуҳалим аз Ҷерқала, ин занаш будааст, инҷадам як маблағи равон. ман вақте маблағ мегӯям, як фикр накунем ки ҳамин худди маблағҳои дар осмонанд. ҳам маблағҳои камкама, фақат ман рақамшона намегирам. яке фикр кунем ки мисол ҳама пул дар ҳамиҷа бошад, баъзе ҳоли мумкинам та гумон кунанд ҳамаш бечора 20 сомону 10 сомону ҳамта ҳастанд. хуб, Абдуллоҳ аз Корези боло инҷа як маблағ овардааст. бобои ҳоҷи Шоин дирӯз худо нигаҳш дорад ҳаҷ омадан ободии масҷиданд. ина рақам мемирад намбар 400 сомон додааст. хеле маблағи калон, худо нигаҳш дорад. ҳоҷи Муҳаммадалӣ бародармонам дирӯзам ҳаминҷа ина 100 сомонӣ додан. дар ҳаққи онҳое ки дар сандуқи хайрия садақа мекунанд, ҳамун сандуқи хайриярам кам назар кунед. иншоаллоҳ агар ҳама каса, ин ҷои талбидан нест, агар ҳама каса дар ҳамҷа 50 дирама 1 сумай вақте мепартоен, гап дар 50 дирам 1 суми шумо нест, лекин иншоаллоҳ ин хеле беҳбудиҳо дар ҳамин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ای خالقی هر دو جهان، مولای من،
مولای من مولای من. روز و شبم در فکر تو، گویم ثنا و شکر تو، گویم ثنا و شکر تو. ای مونس من ذکر تو، مولای من مولای من، مولای من مولای من. تشفی قرار ماتم غمت، کوه مناجاتم غمت، کوه مناجاتم غمت. قاضی حاجاتم غمت، مولای من مولای من، مولای من مولای من. صوم و صلاتم یاد تو، صبر و ثباتم یاد تو، صبر و ثباتم یاد تو. حج و زکاتم یاد تو، مولای من مولای من، مولای من مولای من. ذکرت بود ایمانی من، فکرت بود بستانی من، فکرت بود بستانی من. همراه و هم ریحانی من، مولای من مولای من، مولای من مولای من. مولای من مولای من، مولای من مولای من، مولای من مولای من. وصلی الله علی نوری کزو شد نورها پیدا، وصلی الله علی نوری کزو شد نورها پیدا. زمین از حلم او ساکت، فلک از عشق او شیدا. زمین از حلم او ساکت، فلک از عشق او شیدا. از او در هر تن شوقه، از او در هر دل ذوقه، از او در هر تن شوقه، از او در هر دل ذوقه، از او در هر زبان ذکره، از او در هر سر سودا، از او در هر زبان ذکره، از او در هر سر سودا. منور عالم از رویش، معطر خلد و بازویش، منور عالم از رویش، معطر خلد و بازویش. معنبر هر دو گیسویش، دو زلفین شبیه یلدا. معنبر هر دو گیسویش، دو زلفین شبیه یلدا. محمد احمد و محمود که وی را خالقش بستاد. محمد احمد و محمود که وی را خالقش بستاد. از او شد بود هر موجود، از او شد دیده ها بینا. از او شد بود هر موجود، از او شد دیده ها بینا. اگر نامی محمد را نیاوردی شفیع آدم، اگر نامی محمد را نیاوردی شفیع آدم. نه آدم یافتی توبه، نه نوح از غرق نجینا. نه آدم یافتی توبه، نه نوح از غرق نجینا. نه ایوب از بلا راحت، نه یوسف حرمت و حشمت. نه ایوب از بلا راحت، نه یوسف حرمت و حشمت. نه عیسی را مسیح آمد، نه موسی را ید
جینا، نه عیسی را مسیح آمد، نه موسی را یدی بیضا. ز سر سینه اش جامی علم نشرح لك برخان، ز سر سینه‌اش جامی علم نشرح لك برخان. ز معراجش خبر خواهی فسبحان الذی اسری، ز معراجش خبر خواهی فسبحان الذی اسری. دلت را خانه من کن مصفا کردنش با من، دلت را خانه من کن مصفا کردنش با من. به من دردی دل افشا کن مدوا کردنش با من، به من دردی دل افشا کن مدوا کردنش با من. به من گو حاجتی خود را اجابت میکنم آنی، به من گو حاجتی خود را اجابت میکنم آنی. طلب کن هر چی میخواهی که پیدا کردنش با من، طلب کن هر چی میخواهی که پیدا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلیدی استجابت را، اگر گم کرده ای دل کلیدی استجابت را. بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من، بیا یک لحظه با ما باش که پیدا کردنش با من. چو خوردی روزی امروز تو ما را شکر نعمت گو، چو خوردی روزی امروز تو ما را شکر نعمت گو. غمی فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من، غمی فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. بریزان قطره اشکی که من هستم خریدارش، بریزان قطره اشکی که من هستم خریدارش. بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من، بیاور ذره اخلاص که دریا کردنش با من. اگر عمر گناه کردی مشو نوم تو از رحمت، اگر عمر گناه کردی مشو نوم تو از رحمت. تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من، تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من. فدای محمد دل و جان من که او گشته باعث ایمان من، فدای محمد دل و جان من که او گشته باعث ایمان من. پرستش خدا را به ما یاد داد، پرستش مخلوق برباد داد، پرستش خدا را به ما یاد داد، پرستش مخلوق برباد داد. و من سرور است و به من سرفراز، و این سرفراز کنم من ناز. و من سرور است و به من سرفراز، و این سرفراز کنم من ناز. همه روز من روز مولود اوست، همه شکر او و معبود اوست. همه روز من روز مولود اوست، همه شکر او و معبود اوست. تو گویی که مولود و بدعت بود، کسی داردش اهل زیلت بود. تو گویی که مولود و بدعت بود، کسی داردش اهل ذلت بود. اگر این چنین است و دعوای تو
بگویم به هر دو جهان وای تو. اگر این چنین است و دعوای تو، بگویم به هر دو جهان وای تو. تو از اهل عرفان و حکمت نهی، تو از اهل عرفان و حکمت نهی، نه از اهل دین و بلکه امت نهی. فدای محمد دل و جان من که او گشت باعث ایمان من. فدای محمد دل و جان من که او گشت باعث ایمان من. پرستش خدا را به ما یاد داد، پرستش مخلوق برباد داد. پرستش خدا را به ما یاد داد، پرستش مخلوق برباد داد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. امر به معروف و نهی از منکر، ثواب ثمره نعت‌های پرسو و گدازی که در وصف رسول الله صلی الله علیه و سلم پرده شد بر روح پاک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، بر روح جمیع مجتهدین محدثین مفسرین برسانید، بر روحانیت اهل گذشتگان این مکان و زیر پدر و بابا و بی و اجدادانی که گذشتن. امیدی دعا و فاتحه دارم پروردگارا بر روحانیتشان رسانده بگردانید. پروردگارا با برکات این امر معروف و نهی منکر، با برکات این نظم‌ها تلاوت های قرآن پروردگارا این توی مبارک بگردانی و شاه عروس عمری درازی با برکاتی با توفیق عطا بفرمایید. پروردگارا فرزندای صالح صالحه، عالم و عالمه و عابد و عابده، حافظای قرآن نصیب روزشان در کسب کار عمر جانشان برکات عطا بفرمایید. و الله ذوالجلال شه عروس بخت سعادت نصیب روزی بگردانید. اهل جمعه ما را پروردگارا توفیق، هدایت، سربلندی، تنصیحتی و الله ذوالجلال هدایت مون بفرمایید. و تا زمانی که نفس میکشیم پروردگارا محبت خودت را، محبت ایمان و اسلام و قرآن را همراه ما پروردگارا دعای ما برقرار کنید. و الله ذوالجلال از وسوسه، از فتنه ها در حفظ حمایت نگهبان باشید. الله ذوالجلال اسلام و مسلمین را در تمام کره زمین غالب و پیروز بگردانید. اللهم اسألنا عفو و العافیت و المعافات فی الدین و دنیا و اهل و مال و آخر. اللهم یا محول الحال و الاحوال حول حالنا الى احسن الحال برحمتك. کنوی هسته که همیش سلام بدعت های جوابش هم واجب نمیشه. در اون کتاب فقهی ولی نه موضوع اومده است، از جمله اونا مسجد، از جمله طهارت خانه، حاجت خانه، حمام. یاد مقصد که سلام گفتن مکروه است. بله، وقتی که صحبت رفته است. بله، که حالت رو باید که سلام نترکش کرد. اگر ما بودو کسی هم سلام داد جوابی او واجب نمیشه. برای در غیر موضوعش گفت سلام کرد. خدا حفظ. اللهم اوصلنا الى جميع مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. پروردگارا اجر و ثواب ختم را که
حتی شه غالب شو کرده است شو به حال شه بچه‌ای که برای روزی تویش ختم قرآن میکنه انشالله خداوند در جانشان برکت میکنه در مالشان برکت میکنه در خاندانشان برکت عطاش میکنه پروردگار رو همچنین ثواب خیری صاحبای خاندان ایلان و تمامایی را که به خاطر خشنودی و رضای الله به خاطر احیای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آماده کردند و در گوی بی‌نیازت قبول فرمایید و در نامه اعمال صاحبای خیر نوشته گردید و پروردگار ارواح گذشته‌هاشون رحمت و مغفرت کرد اونایی را که امید دعا دارند از برادر ما عبدالکریم جان و اهل این خاندان و برادرایی که در این محفل خیر شرکت دارند پروردگار و رحمت و مغفرت شون کرد در بحبوحه جنت مستقر شون خدایا فیض و فتوحات و برکات خیش رو در این خاندان و در این محله و در این دیار نازل فرما پروردگار عاقبت کارام را به خیر بده خداوند و برادرایی را که در این مجلس خیر شرکت دارند به همه خیر روزای سعادت و خوشبختی روزی توی نکاحی فرزندان و نبیه‌هاشون برسون پروردگار ایشان قاری ما را از جمعی بلا و آفات نگهبان باشه در هر جایی باشه در حفظ امان و نگهدار ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار.